بالا سلام، خوش اومدید به این ویدیو. ما تو این ویدیو اومدیم ریاکشن بریم به سوهر پرنگ، یکی از بهترین دوربین مخفی یا پرنگ یا هر کوفتی که سازای ایران توی یوتیوب. خیلی این آدم خوبه، همه تون میشناسید، کانالش هم توی دیسکریپشن هست دیگه، همه تون میشناسید. بریم سراغ ویدیو بدون اطلاف بست. خب بریم سراغ ویدیو ببینیم چه خبره. ادرار کنن توش و بیارن پذیرش که لیبل بخوره، اما این ظرفای ادرار رو با یک ظرف آب میوه دیگه میده دستشون بیاد توی اتاق آزمایش. سلام، خسته نباشید. یکم بالا. بابا خیلی خوبه. خب تست دهانی داریم ما. میخورید شما؟ سلامتی باشه. دیگه سلامتی باشه. خیلی خوبه. عورتون که یکم بالا هست. عورتون یکم بالا. نه ولی شاش کن خوشمزه بود. What the fuck. به خدا خیلی خوشمزه بود. اصلا شما خودتون رو کنید بوگاد به لیموناد میده. میدونید چون لیموناد بود واقعا. مازش میدونیم من میگرفتیم شد. خیلی خوب بود. خیلی خوب بود. خیلی خوب بود. خوب بود. دمت گرم. دمت گرم. بریم ویدیو بعدی. خانم ببخشید، خسته نباشید. من الان با خانومم دعوام شد که میگه تو چشور. من یک چشم من گیرا بود، مثلا اون خانم آقا چقدر هزار ماشاءالله الان چقدر رابطه‌شون خوبه. اگه اونجوری باشه که الان هم بعد پشت دعواشون شد. یعنی چی؟ یه تو چرا؟ هر چی بخوام میگم، این حرفا رو من نمیخواد بزنی. دعواشون شد واقعا. خیلی خوبی. خیلی خوبی سوهر. خیلی خوبی. خیلی خوبی. دعواشون شد. لایک. چشم شد. 11 نگیدن که فقط فکر کنم کارگرم الان بگیم کارش خوبه میفته زمین میپاشه زمین. بارش شده. اوی مردم خرافاتی ایران. من میگم میخوام شما یه تست رو شما بکنم، یه چیزی از شما تعریف بکنم. تو رو خدا یه چیز کوچیک، یه قدر یه تعریف کوچیک. اون رفت یه تستی بزنیم. خیلی دیگه یه تستی بزنیم. خیلی خوب. دوری مخفی خوب بود. دمت گرم سوهر. عرضه چطوره؟ مزه‌اش خوبه. چون تست می‌فرمام من بگم مواد اولش کارامل و اسپرم مرد بالغ آفریقایی. چی؟ اسپرم مرد. وای خیلی خوبه. آقا یه چیزی من یه ویدیویی ساختم اینجا میاد یا اینجا نمیدونم میاد چیزش، لینک زهرما رو از عمو فرید بیا یه ذره یاد بگیر. میدونم سبکاتون جداست ولی اینجوری باید ارزش قائل باشی برای مخاطب. بریم آقا بریم بقیه است. بالغ آفریقایی هست. الان اسپرم قاطی کردیم. من نکردم، شرکت اون بافت پروتئینی اسپرم رو جدا کرد ریخته تو این. قول کردیم ما رو. هیچ کارم. حیوان اسپرمو کی میره تو این؟ حیوان. نه خوراکیه. باشه اینو خود میخوری؟ ما هم خوردیم فداتون شد. میگه ما خوردیم. بده من. چرا؟ کیه این نفر؟ هر چیزی تحویل مردم ندی. بودو. کجا بدو؟ حاجی آقا توی پایین شهر اینجوریه. بدو. تو من خودم بچه جوادی اما اینم بگم یه وقت سوء تفاهم پیش نردم، توهین نکردم، سوء تفاهم پیش نردم، من خودم بچه پایین شهرم، بچه جوادی هم. خسارت وسایل ما رو شکوندی بده. برو میگم برو وسایل تو. خب وسایل من شکوندی. یه لحظه وایستا. به قرآن دوری مخفی بود. کامو نمیگی زودتر. چرا باید بگم زودتر؟ شوخی میخوام باید بکنی. خیلی خوبی سوهر. خیلی خوبی. عرضه چطوره؟ مزه‌اش خوبه. چون تست می‌فرمام من. آقا بریم بعدی.
خیلی چاکم آجا مهدی بیا این صدای اول اینم صدای دوم داداشم یا آچار میدی؟ داداش فقط صدا کن داداش بالا پشته بود بالا پشته بود پشتمون داداش پشتمون سید اونو ولش کن داداش زیر ماشینم من عشقم یا آچار وای اسکول کردم مردم من بالا هم اونو دیگه من پایینم بیا به ما کمک کن خیلی خوبه دلو میدی؟ یا با چهال دوله داداش یه لحظه میاد پشتمون داداش در سلام تو رو خدا داداش نده میگه توی محل این دیگه قفله داداش پشتمون همین خونه پشتمون دارن دست تکون میدم خیلی خوبه داداش دیدمش بابا اینجا میگه دیدش وای بیا این دیگه رفیقم تو جعبه بود ببخشید تو رو خدا ببخشید داشتیم دوری مخفی یه میگرم پس که من در خدمت بقیه رو مسخره میکنم خودم درسش مسخره شم میگه من بقیه رو مسخره میکنم بود حاجی میبینی چه دور زمونه شده زن آدم به آدم زنگ میزنه میگه تو بابای منو چش کردی سکته کردی این همه خرافات اگه اینجوریه که مثلا من الان به هر کسی بخوام بگم که یارو باید یه اتفاقی براش بیفته الان مثلا میگم اون خانم آقا چقدر هزار ماشاءالله خوشبختن دعواشون بشه دیگه این خرافات هزار ماشاءالله میگم این دورش زندگی منو برای مامانت نفره چه ربطی داره بابا زندگیمونی زندگی منه دیگه چرا به مامانم نباید نشون بده چرا خسته که با عالی 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 مامانمه دیگه عالی این آقا چقدر خوب کار میکنه هزار ماشاءالله ببین عالی ببینید اینا همه تیمن خیلی این کار سختیه حالا من یه ویدیو میسازم در مورد دوربین مخفی فیک ولی این واقعا واقعی یه تیم کامل مجهز عالی فدای خندای قشنگتون بشم ما داشتیم دوربین مخفی میگرفتیم شوخی بود تمام این اتفاقات همه با منظور بودن خوبه بریم بعدی اوفه خب ببینیم آقا شما یه آقایی ندیدی گیوه پوشیده باشه با شلوار پلنگیه مرسی داداش یه نفر ندیدی یه دونه شلوار پلنگی پاش باشه این داداش از زندان آزاد شده هر کی جلوش برقصه آزادیشو تبریک بگه اینا بهش یه دونه شیتیل 1 تومن 1 میلیون پول میده ببینم کو اما مخلصم داشتم تازه آزاد شدم بیا فدات بشم مخلصم این خوب بود شاکرم خوبی گوشی موشی داری داداش محمدی دمت گرم مرسی من کوچیکتم زنگ میزنم کی زنگ میزنی؟ یه زنگ میزنم داداش من خفگیرم تو پا اذیت نده چرا؟ میخوام زنگ میزنم بده من چیز چی داری همراه؟ هرچی داری بده پول مول هرچی داری بده بده من تازه آزاد شدم اینم داشت بده کار بده یه چیزی بهت میگم بده دیگه میگم بده دیگه روی مخفی بود خوب بود بعدی آدم خجالت میکشه حاجی نامزد من زنگ میزنم میگه به بابام گفتی چقدر سر حال رقصی چقدر حالت خوبه سکته کرده میگن تو چش کردی اگه اینجوریه که مثلا میگم این خانم آقا چقدر هزار ماشاءالله الان دارن خوب با هم میگم میخندن دیگه الان اینا دعواشون باید بشه آقا بابا نرو دیگه تو هم خواهش میکنم دیگه نیا نرو دیگه مسخره شو در آورده اصلا ای بابا چشه ما حاجی پر نه مثل که واقعا ما چشور اینم بگم حاجی اگه این بیفته دیگه به قرآن من چشم میرم کور میکنه هزار ماشاءالله واقعا چشوری ایشون چه خوب کار میکنه
برادر. هزار ماشاءالله شما چقدر سر حالی. ما داریم دوربین مخفی. آقا تموم شد. مرسی که تا اینجای ویدیو نگاه کردی. لایک و کامنت و سابسکرایب یادت نره. اگه خوشت اومد آقا حمایت کن، خواهش میکنم. اگه خوشت اومد حمایت کن، نظراتو تو کامنت ها برای من بگو، خواهش میکنم ازت نظراتتو بگو. و همین، مرسی که نگاه کردی و خدا نگهدار.